شکرگزاری برای شما وجود میاره. شکرگزار که باشی از هیچ چیزی نمیترسی. شکرگزار باش، سرت تو لاک خودت باشه، حرف اونو نبر پیش این نگو، حرف اینو نبر پیش اون نگو، آدم فروشی نکن. میفهمی این قانون دنیاست. شکرگزار هستی وقتی میگی ای خدای من فدای تو من بشم، مرسی به خاطر سلامتی که به من دادی. اون تنها چیزی که بتونه، من هر روز این سلامتی رو بهت میدم. دو طرفه باید باشه دیگه. اونم اون پدر، چرا من استوری میذارم میگه آقا احسان من جبران میکنم، میگم پدرتون جبران کرد، خدا تمام شد. داد و ستدتون رو با خداوند داشته باشین، با وجدان خودتون داشته باشین، 3-4 تا سلاح برای خودتون داشته باشین که در موارد ضروری یکی به کار بیاد. یکی خداونده، یکی شکرگزاریته، یکی شرافتی که در وجودت هست. شکرگزار باش، با خدا ببند. حضرت عباسی از این جهنمی که هست، هر چیزی که منم توشم تو هم باشی، رها خواهی شد، یا حداقل رها نشی به سمت رهایی میری، یه پایینی نمیری، به سمت رهایی.